سلام دوستان، احتمالاً در جریان هستید که درخواست ارز مسافرتی صرفاً از طریق اپلیکیشن بله انجام میشه و ما دیگه مراجعه به بانک رو نداریم. اگرچه فرآیند دریافت ارز مسافرتی نسبتاً ساده است، ولی بارها توی فرودگاه دیدم که عده‌ای دچار مشکل شدن و نتونستن ارزشون رو دریافت کنه. به همین دلیل لازم دونستم نکات مهمی رو در قالب این ویدیو آماده کنم. نکته اول، خطی که اپلیکیشن بله رو باهاش فعال میکنید به نام خود مسافر باشه. سن باید بالای 18 سال باشه. صرفاً در روزی که به عنوان تاریخ پرواز اعلام کردید میتونید ارز دریافت کنید. فقط یک بار امکان دریافت ارز وجود داره در سال. ارز فقط به دلار ارائه میشه. اولین مرحله جهت ثبت درخواست دریافت شناسه فروش از طریق اپلیکیشن بله است. وارد خدمات میشیم. قسمت ارز مسافرتی، درخواست ارز مسافرتی، یه سری اطلاعات مثل کد ملی، شماره شناسنامه، کد پستی و شماره گذرنامه رو حتما لازم دارید. متن تعهدنامه رو تایید میکنید. بعدش تاریخ پرواز رو طبق بلیتتون وارد میکنید. این تاریخ پرواز اینجا خیلی مهمه چون فقط تو همین تاریخ امکان دریافت ارز دارید. قسمت بعد فرودگاه رو انتخاب میکنید. فقط تو همین فرودگاه هایی که تو لیست میبینید امکان دریافت ارز وجود داره. سپس کشور مقصد رو مشخص میکنید و تایید و ادامه. در اینجا مقدار ارز مورد نیاز تا سقف $500 رو انتخاب میکنید و در نهایت فرآیند به اتمام میرسه و پرداخت شما با موفقیت انجام میشه. و مجدداً که از منو ارز مسافرتی رو انتخاب کنید، سپس مشاهده رسیدها، میتونید شناسه فروش دریافتی رو ملاحظه کنید. روز پرواز که به فرودگاه مراجعه کردید، ابتدا باید گیت ایرلاینی رو که ازش بلیط تهیه کردید و پیدا کنید. پاسپورتتون و چمدوناتون رو تحویل میدید و براتون کارت پرواز صادر میشه. در مرحله بعد مجددا باید به همراه کارت پروازتون توی صف دیگه منتظر بمونید تا پلیس مهر خروج رو روی پاسپورتتون بزنه. همینجا دیگه بعد از مهر شدن پاسپورت میتونید دستگاه خودپرداز رو پیدا کنید و ارزتون رو دریافت کنید. خدمات بدون کارت رو انتخاب میکنید. میتونید ثبت دستی انجام بدید، کد ملی رو ابتدا وارد میکنید یا از طریق بارکد خوان پاسپورت رو اسکن میکنید که خود به خود به اطلاعات شما دسترسی پیدا میکنه و سپس شناسه فروش رو وارد میکنید و ارز شما دریافت میشه.